سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبین محترم شبکه‌های اجتماعی مدیران آهن زاینده رود. در خدمت یکی دیگه از کارشناسان فروش ما خانم شایگان هستیم. خانم شایگان، حالا هوای روز سوم نمایشگاه رو چطور دیدید؟ با سلام، فروغ شایگان هستم، کارشناس فروش ورق شرکت مدیران آهن زاینده رود. استقبال از نمایشگاه بی‌نظیر بوده. امروز روز سوم هستیم. نمایشگاه تا فردا ادامه داره. میخواستم تشکر کنم از حضور مهمانان عزیزمون، مدیر کل انجمن سازه‌های فولادی، مدیر کل انجمن مدیران صنایع ایران، مدیر محترم کارخانه شکفته مشهد، برشکاری حدید، کارخانه شمش اسپادانا و مدیران محترم بانک تجارت، بانک پاسارگاد و بانک اقتصاد نوین و هنرمند برجسته شهر اصفهان جناب آقای حسن اکلیلی عزیز. منتظر حضور گرمتون هستیم. نمایشگاه تا فردا هم ادامه داره. تشکر میکنم از شما خانم شایگان. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. قربان شما.